و عیسی در همه شهرها و دیهات گشته در کنشت‌های آنها تعلیم می‌داد. انجیل ملکوت را موعظه می‌کرد و هر بیماری و ضعف مردم را شفا می‌داد. و انبوه مردم را دیده به آنها رحمش آمد، زیرا آنها مثل گوسفندان بیچوپان، بیمدار و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت: درو بسیار است لیکن کارگران کم. پس شما از صاحب درو التماس کنید که به درو خود کارگر فرستاند. بله ای پدر آسمانی، تو صاحب حاصل هستی و در حق سرزمینی تاجیکستان دعا میکنیم. ما میدانیم که کارگران کمند. ما از شما خواهش میکنیم که مسیحیان را برای خدمت و محبت به دیگران فرستید. ما برای دیگران دعا میگیم که آنها باید رفته خوش خبر را مبادله کنند. بگذار هر یکی ما در پند کردن خوش خبر صادق باشیم و آماده باشیم که با امید که در مسیح است جواب دهیم. به قوت نام عیسی خداوند دعا میکنیم. آمین.